از کجا معلوم که خدایی وجود دارد؟ خدا چیست؟ خدا از کجا آمده؟ خدا کیست و آیا شناخت خدا برای بشر ممکن است؟ و راه‌های خداشناسی. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما کافی است این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال یاحسین پروداکشن همراه شوید. مفهوم واژه خدا از عمومی‌ترین و ساده‌ترین مفاهیمی است که همه انسان‌ها، حتی کسانی که منکر به وجود خدا هستند، نیز آن را درک می‌کنند. هرچند شناخت و حقیقت ذات خدای تبارک و تعالی برای انسان غیر ممکن است، ولی از راه‌های بسیار زیادی می‌توان یقین به وجود خداوند تبارک و تعالی پیدا نمود. به نظر شما آیا چیزی در عالم وجود دارد یا نه؟ اگر جواب شما منفی باشد و بگویید هیچ چیزی در عالم وجود ندارد، از شما میپرسیم پس خود شما که دارید به سؤال ما جواب میدهید آیا وجود دارید یا نه؟ اگر جواب بدهید که وجود دارم، پس ثابت کردید که چیزی در عالم است. و اگر بگویید من وجود ندارم، میگوییم دو تا اشکال پیش می آید. اول اینکه اگر شما وجود ندارید، چطور دارید حرف میزنید و وجود داشتن را انکار میکنید؟ دومی که اگر شما بگویید چیزی در عالم نیست، چون هر کسی به وجود خودش یقین دارد، حداقلش این که وجود داشتن خود شما اثبات شده است. حالا اگر جواب شما به سوال ما مثبت باشد و بگویید بله چیزی در عالم هست، باز ما از شما سوال می‌کنیم که آیا این چیزی که هست توسط چیز دیگری به وجود آورده شده یا خودش خود به خود به وجود آمده؟ اگر پاسخ بدهید آن چیز را چیز دیگری به وجود آورده، میگوییم خب پس خود آن چیز دیگر را چه چیزی به وجود آورده؟ و این سوال تا بی نهایت ادامه پیدا می کند و تسلسل در علتها پیش می آید. اما وقتی می بینیم در عالم موجودی هست، میفهمیم تسلسلی در کار نیست و سلسله موجودات نهایتاً به موجودی میرسه که موجود دیگر آن را به وجود نیاورده و آن همان خدا است. و در صورتی که بگویید آن چیز خودش به وجود آمده و چیز دیگری آن را به وجود نیاورده، اولا قبول کردید که چیزی وجود دارد و ثانیاً قبول کردید چیز دیگری آن را به وجود نیاورده و چنین موجودی همان خدا است. وجود خدا را می شود اینطور نیز اثبات کرد. همه شما مشغول تجارت، مصاحبه، خریداری خانه‌ها، موتورها، تجارت و سرگرم هر چیز دیگر هستید. اما زمانی که در مورد پروردگار، دین، زندگی و اخلاق با شما سخن گفته شود، میگویید باید بروم. برای این چیزها وقت ندارم. حال چگونه بدانیم که پروردگاری وجود دارد؟ چگونه بدانیم که خالقی وجود دارد؟ دلیل اول، پروردگار علت تمام موجودات است. یک ملحد به این عقیده است که جهان هستی از هیچ و توسط هیچ نیرویی به وجود آمده است. اما یقینا این طرز فکر بی مفهوم است. از هیچ چیزی به وجود آمده نمیتواند. پس این کائنات از کجا آمد؟ چرا این کائنات وجود دارد به جای اینکه چیزی نباشد؟ باید علتی وجود داشته باشد که این کائنات به خاطرش پیدا شده باشد. ما استدلال خیش را چنین خلاصه می کنیم: هر چیزی که شروع به پیدایش می کند علتی دارد. کائنات شروع به پیدایش کرد. بنای کائنات دارای علت است. پس این علت باید ماورای زمان و مکان باشد. ذاتی لازم الوجود، بی نیاز و فنا ناپذیر باشد. دلیل دوم، نشانه ها دلیلی بر شناخت پروردگارند. در آفرینش آسمان ها و زمین، در آمد و رفت شب و روز و در کشتی هایی که در دریا می روند و مایه سود مردم هستند و در آبی که الله از آسمان فرو می فرستد تا زمین مرده را به واسطه آن زنده سازد و در وزش بادها به هر طرف و در خلقت ابر که میان زمین و آسمان مسخر است. در این همه برای خردمندان نشانه هست. قوانین منظمی که در طبیعت وجود دارد شاهد آن است که هیچ چیزی در پیکره هستی تصادفی نیست. هر چیز با سنجش تمام آفریده شده است و در پهلوی این خلقت بی‌نقص سیستم حفاظتی بی‌نقصی برای همه چیز در نظر گرفته شده است که در یک نظم زیبا برقرار هستند به جای اینکه در هم فرو ریزند. دلیل سوم، معجزه زندگی. علم تعریف برای چگونگی به وجود آمدن زندگی ندارد و یا اینکه چه چیزی باعث می شود که جانداران بمیرند. دلیلی برای مرگ انسان ها ندارند. اگر قلب کسی از کار بیفتد، تبدیلش کنید، دوباره او را زنده کنید. شما این توانایی را ندارید. شما زندگی انسانها را کنترل کرده نمیتوانید. شما حتی دلیل به وجود آمدن زندگی و مرگ را نمیدانید. دلیل زنده شدن و مردن الله یکتا و بی همتاست. دلیل چهارم، اگر خالقی وجود نمی داشت، دلیلی برای زندگی وجود نمی داشت. آفتاب وجود دارد تا نور و انرژی تولید کند. درختان وجود دارند تا میوه و اکسیژن تولید کنند. حیوانات برای تولید غذا و پوشاک هستند. سوال این است که چه کسی این اهداف را برای آنان تعیین کرده؟ چه کسی به آنان دستور داده که این کارها را انجام دهند؟ هدف زندگی ما چیست؟
برای یک فرد عاقل در عقب هر چیزی هدفی نهفته است. حقیقتاً برای هدفی اینجا هستیم و خالقی وجود دارد که این هدف را برای ما تعیین نموده. یک انسان صرف نظر از اینکه کیست، کجاست و یا چه می‌کند، این حس کنجکاوی را دارد. می‌خواهد بداند که چرا من اینجا هستم، چطور اینجا آمدم، آیا هدفی دارم و اگر هدفی است چیست؟ اگر پروردگاری است، پس اوست که هدف آفرینشمان را برایمان بیان کند و بگوید از ما چه توقع دارد و بگوید این زندگی برای چیست. خداوند متعال از زمان آدم علیه السلام تا همکنون برای مردم نشانه داده که از آنها چه می‌خواهد و این چیز بسیار ساده است و آن این است که عبادت باید خاص برای خود الله متعال باشد، بدون هیچ شریکی. در حقیقت ما این زندگی را امتحانی از جانب الله می‌دانیم. به همین خاطر است که تولد شدیم و به همین خاطر است که می‌میریم. آغاز و ختمی برای ما وجود دارد تا در این مدت امتحان شویم. دلیل پنجم، معجزات قرآن عظیم الشأن. معجزات بیشماری از شعبات مختلف علم در قرآن عظیم الشأن وجود دارد و تمامشان گواه آنند که قرآن کلام پروردگار عالمیان است. بیش از 1000 آیه در قرآن عظیم الشأن وجود دارد که از ساینس سخن میگوید. بعد از هر حقیقت علمی این سوال را مطرح کنید که چه کسی میتواند این سخن را در قرآن عظیم الشأن بیان کند؟ یگانه پاسخی که فرد ملحد به شما میتواند بدهد این خواهد بود: خالق، پروردگار، آفریدگار، مخترع و تولید کننده. این خالق را، این آفریدگار را، این تولید کننده را، این مخترع را ما مسلمانان الله مینامیم. وجود خدا را این طور نیز می شود ثابت کرد. فرض کنید در کنار خانه خودتان نشسته اید. از عمو یا یکی از اقوام میپرسید این خانه ما را چه کسی ساخته است؟ او در پاسخ میگوید هیچ کس. خانه شما خود به خود ساخته شده است. آیا شما این جواب را معقول میدانید یا اینکه برای شما این گونه بگوید یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود اینجا هیچ خانه ای نبود، گردبادی وزید و پی خانه کنده شد، طوفان شدیدی به پا شد و آجرها از کوره آجرپزی و سیمانها از کارخانه سیمان به اینجا پرتاب شدند. باران آمد، سیمان ساخته شد، باد آجرها را روی هم چید و غیره. سقف زده و گچکاری و لوله کشی شد و در پنجره ها و شیشه هایش نصب شد و خانه خود به خود ساخته شد. آیا این داستان را باور می کنید؟ آیا امکان دارد خانه ای بدون بنا و کارگر ساخته شود؟ کتابی بدون نویسنده نوشته شود؟ کارخانه‌ای بدون مهندس و غیره ساخته شود؟ وقتی وسایل بسیار کوچکی مانند خانه و کتاب و اتومبیل سواری به سازنده نیاز دارد، آیا آسمان و زمین با این عظمت و نظم دقیق به سازنده نیاز ندارد؟ سوال: خدا چیست؟ اجازه بدهید قبل از آنکه درباره خدا که آفریننده همه چیز از سخن بگوییم، اندکی درباره برخی از مخلوقات الهی صحبت کنیم. شما با جاذبه زمین آشنا هستید و به خوبی می‌دانید اگر جسمی از بلندی رها کنیم به زمین سقوط می‌کند، ولی ذات و حقیقت نیروی جاذبه چیست؟ این سوالی است که دانشمندان نیز نتوانستند به آن پاسخ دقیقی بدهند. پس ما از روی آثار نیروی جاذبه می‌توانیم به وجود نیروی جاذبه اطمینان پیدا کنیم، ولی حقیقت آن را نمی‌توانیم درک کنیم. این مثال‌ها را بیان کردیم تا توجه شما را به این نکته مهم جلب کنیم که چون ما انسان‌ها محدود و کم ظرفیت هستیم، نمی‌توانیم ذات خدا را بشناسیم، بلکه تنها از راه مخلوقات می‌توانیم به وجود داشتن خداوند یقین پیدا کنیم. از آفرینش جهان پی به وجود آفریننده می‌بریم. از اینکه ما علم داریم می‌فهمیم که خدا عالم بوده و از اینکه ما قدرت و توان داریم می‌فهمیم که خداوند قادر و توانا است. پس ما ذات خداوند را درک نمی کنیم، ولی به وجود داشتن خداوند و اینکه دارای صفت‌های علم، قدرت، حیات و غیره است یقین داریم و مطمئن هستیم که هر جا که باشیم او با ماست. به همه کارهای ما آگاهی دارد. نسبت به ما از همه مهربان‌تر است. خدا کیست؟ آیا شناخت خدا برای بشر ممکن است؟ خداوند تبارک و تعالی وجود مطلق و کمال مطلق است که هیچ گونه عیب و نقصی در آن نیست. خدا وجود بی همتایی است که توانایی انجام هر کاری را دارد و به همه اشیا در تمام حالات و زمانها آگاه است. خدا شنوا و بیناست، دارای اراده و اختیار است. خدا زنده و خالق همه چیز و سرچشمه تمام خیرات و خوبی هاست و همه موجودات را دوست دارد و نسبت به آنها مهربان است. شناخت ذات خدا برای همه انسانها ممکن نیست، چون ذات خداوند نامحدود و بی‌نهایت است و علم یعنی احاطه بر علوم و انسان چون ذات و خصوصیات او محدود است نمیتواند به حقیقت ذات خدا پی ببرد. خدا از کجا آمده؟ او نیامده، خدا بود، زمان خلق شد و ما آمدیم و آفریده شدیم.
همانطور که فکر می‌کنیم خورشید به دور ما می‌چرخد، در صورتی که او هست و ما به دور آن می‌چرخیم. خدا هم بود و ما آمدیم، خلق شدیم. پاسخ به این پرسش که خدا از کجا آمده در ابعاد کنونی ما نیست. گویی که از یک جنین در شکم مادر بپرسی که مادر از کجا آمده. جنین در حدی و در جایگاهی نیست که اظهار نظر کند. تنها راه برای پی بردن به پاسخ این که خدا از کجا آمده صبر است تا با زایمان مرگ از این جنین کوچک بیرون رویم، جایی که میپرسیم خدا از کجا آمده و درک میکنیم که خداوند از جا و مکان بیرون است. راههای خداشناسی. هرچند حقیقت ذات خدا قابل شناخت کامل نیست، ولی از راههای بسیار زیادی میتوان یقین به وجود خدای تبارک و تعالی پیدا نمود. آسانترین و بهترین راه شناخت وجود خدا راه دل و یا برهان فطرت است، یعنی در درون اعماق روح انسانی شناخت، گرایش و عشق به خداوند نهفته است. همیشه یک نقطه نورانی و یک جاذبه نیرومند در درون قلب انسان وجود دارد که خط ارتباطی او با جهان ماورا، طبیعت و نزدیکترین راه به سوی خداست. هرچند شناخت خدا و گرایش به سوی او و نور توحید در درون جان همه انسان‌ها نهفته است، ولی آداب و رسوم خرافی، تربیت‌های غلط، تلقین‌های سوء، غفلت و غرور مخصوصاً به هنگام سلامت و وفور نعمت پرده‌هایی بر آن می‌افکند و هنگامی که طوفان حوادث از هر سوی وزیدن گرفته و گرداب مشکلات در برابر انسان نمایان گردد، انسان دست خود را از همه اسباب ظاهری کوتاه می‌بیند و از همه جا ناامید می‌شود. در این هنگام است که پرده‌ها کنار می‌روند و آن نقطه نورانی دل آشکار می‌شود و هر گونه فکر شرک‌آلود در مورد خدا را از دل زدوده و در کوره این حوادث از هر ناخالصی خالص می‌گردد و انسان بی اختیار به سوی عالم ماورا طبیعت می‌رود. به همین دلیل است که آیات متعددی از قرآن کریم از این طریق نعمت فطرت خداجویی را یادآوری می‌نماید. پیشوایان بزرگ اسلام نیز کسانی را که در مسئله خداشناسی سخت در تردید فرو می‌رفتند از همین طریق ارشاد می‌نمودند. برای نمونه به این قطعه تاریخی توجه نمایید. مرد سرگردانی که در امر خداشناسی گرفتار شک و تردید شده بود، خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، مرا راهنمایی کن به این که خدا کیست، زیرا وسوسه گران مرا حیران ساختند. امام فرمودند: این چقدر با دقت می‌تپد. اگر تپش قلبتان 100 برابر میشد چه میشد؟ میدانید اگر قلبتان در هر دقیقه فقط 1 بار میتپید چه میشد؟ آیا ممکن است چنین قلبی سازنده آگاه نداشته باشد؟ بدن انسان خودش مانند یک دنیا عظمت دارد. یک بار دیگر به ساختمان بدنتان نگاه کنید و ببینید که چقدر منظم و دقیق هر یک از اعضای بدن شما در جای خودش قرار گرفته. چشم در کف پا قرار نگرفته، پاهای انسان روی سرش نیست، چشمهای انسان از کمرش بیرون نزده، دستهای انسان 10 متری آفریده نشده که هنگام راه رفتن به زمین بکشد. اندازه لالی گوش 1.5 متر نیست تا آدمی از شر گوشهای خودش فلج شود و غیره. آیا اینها همه نشانه هایی از وجود آفریننده دانا و آگاه نیست؟ آن آفریننده دانا و آگاه، قادر و همیشگی، مهربان و بی‌نیاز، کسی جز خدا نیست. این نظم و دقت که در ساختمان بدن ما هست در جهان نیز وجود دارد. در آخر این بیت سعدی را تقدیم نگاه های مهربانتان می کنیم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.